کلانترین بازار در شهر غازیانتپه ترکیه. اینجا می شود همه چیز دلخواه خود را پیدا کرد. ولی ویژگی بازار در آن است که هیچ چیز اینجا مالی وارداتی نیست. فروشندگان اکثرا محصول دستی خود را پیشنهاد خریداران می کنند. سبزیجات خشکی که اینجا فروخته می شود ساکنان 4 فصل سال استفاده می کنند. آن را در خانه آماده کرده بعداً به بازار می برارند. این مرد قریب 50 سال باز به فروش چنین نوعی محصولات مشغول است. میگوید محض از همین جا سبزیجات خشک و خوشبو کننده های ترکی به دیگر کشورها برده می شوند. تابستان این سبزیجات را یافتن ممکن، در زمستان نه، اما این همیشه ارزان است. مهمان اگر هر وقت آمد می تواند استفاده برید. مزه این نسبت به سبزیجات تر و تازه فرق می کند. تمام زیرواری و علاوه های طعم و بوی برای خوراک هم با دستان ساکنان محلی آماده می شود. این منطقه باز با پیسته شهرت دارد. در این دکان کلچه‌قندهای مخصوص ترکی آماده می کنند. پهلوه از معمولترین شیرینی های ترکی است که با پیسته محلی آماده می شود. برای نمونه دوستداران قهوه های ترکی ظرف های مخصوص را از این رسته ها پیدا کرده می توانند که آن را میزگران بومی می سازند. همین طور تاجران این بازار اکثرا مال و محصولاتی را می فروشند که خود استحصال می کنند و برای زندگی هر روزه ساکنان مهم است و یک رمز غازیانتپه نیز گشته است. اینجا رسته کفش های است که از چرم بز دوخته می شود. این مرد کفش دوز می گوید سال هاست که با این هنر مشغول است. عادتاً این را مردان غازیانتپه خریداری می کنند برای استفاده شخصی. این پایپوش بوی بد پیدا نمی کند و در تابستان پوشیدنش خیلی راحت است. سیاحان از تمام دنیا آمده می گیرند. از چرم بز آماده می شود. هم مردانه داریم هم زنانه. 300-400 لیره ترکی نرخ دارد. شهر غازیانتپه 2 میلیون اهالی دارد و اکثر ساکنانش با هنرمندی و کاسبی زندگی خود را پیش میبرند. تعداد تاجیکان در این شهر نزدیک به سرحد سوریه زیاد نیست. پیشتر گفته میشد که دهها شهروند تاجیکستان از همین جا به سوریه گذشتند تا به صف جنگجویان گروه تروریستی دعوت اسلامی یا داعش بپیوندند. سریناز روح الله، شهلای عبدالله، رادیوی آزادی، شهر غازیانتپه ترکیه.